سلام به همگی. امروز می‌خوایم بریم سراغ یک کتاب فوق‌العاده کاربردی به اسم توانمندسازی بیش از 1 دقیقه زمان میبرد. قراره با هم ببینیم چطور میتونیم اون قدرت پنهان تیم‌هامون رو واقعاً آزاد کنیم. خب بذارید با یه سوال شروع کنیم. سوالی که فکر می‌کنم دغدغه خیلی از مدیراست. تا حالا شده سعی کنید به تیمتون اختیار بدید ولی آخرش ببینید هیچی به هیچی. انگار نه انگار اتفاقی افتاده. واقعاً چرا اینجوری میشه؟ این دقیقاً همون حس ناامید کننده‌ایه که خیلی از مدیرها تجربهش میکنن. شما به تیمتون میگید برید جلو، اختیار با شماست، ولی انگار همه پشت خط شروع منتظرن. داستان ما دقیقاً از همین نقطه شروع میشه. و جالبه که اینجا به یه پارادوکس عجیب میرسیم. انگار هرچی بیشتر سعی میکنیم آدما رو توانمند کنیم، اونا بیشتر مقاومت میکنن. بیایید ببینیم اصلاً چرا این اتفاق میفته و چطور میشه این دوره باطل رو شکست. برای اینکه بهتر متوجه بشیم بیایید با داستان مایکل آشنا بشیم. یه مدیری که به تیمش گفت بچه‌ها شما اختیار کامل دارید، تصمیم بگیرید. خب نتیجه چی شد؟ 6 ماه بعد هیچی، همه چیز دقیقاً مثل روز اول بود. رفتار تیمش یه ذره هم عوض نشده بود. اینجا دقیقاً نقطه عطف داستانه، جایی که یه فلسفه کاملاً جدید وارد بازی میشه و همه چیز رو زیر و رو میکنه. بریم سراغ اون ایده کلیدی که واقعاً همه معادلات رو به هم میزنه. این جمله رو ببینید. این دقیقاً قلب ماجراست. میگه اشکال از مالک بود. این یعنی مسئولیت توانمند شدن با مدیره، نه با کارمندا. این مدیره که باید یه فضایی بسازه که آدما حس کنن واقعاً صاحب اون کار هستن. و اینجاست که میرسیم به اصل مطلب. ببینید، توانمندسازی این نیست که ما به آدما قدرت بدیم. نه، توانمندسازی یعنی اون قدرتی که آدما از قبل توی دانش و تجربهشون دارن رو آزاد کنیم. این یه تغییر نگاه اساسیه، یه شیفت ذهنی خیلی مهم. حالا بیایید این دوتا طرز فکر رو بذاریم کنار هم تا تفاوتش رو قشنگ حس کنیم. تو روش قدیمی قدرت از بالا به پایین داده میشه، مثل یه دستور. اما تو روش جدید ما فقط موانع رو از سر راه برمی‌داریم تا اون قدرتی که از قبل توی وجود آدما هست خودش رو نشون بده. خیلی فرق داره نه؟ خب، عالی. حالا که ذهنمون آماده شد، این سفر به سمت توانمندسازی 3 کلید اصلی داره. این 3 کلید در واقع نقشه راه ما توی ادامه این بحثه. قراره ببینیم چطور قدم به قدم و به شکل کاملا عملی این کار رو انجام بدیم. بسیار خوب. بریم سراغ کلید اول، به اشتراک گذاشتن اطلاعات. این شاید مهمترین کلید از همه باشه. این در واقع اون پیو و فونداسیونیه که کل ساختمون توانمندسازی رو می‌خوایم روش بسازیم. یه نکته خیلی جالب اینجا هست. به اشتراک گذاشتن اطلاعات فقط برای شفافیت نیست. این کار اعتماد میسازه. وقتی آدما اطلاعات دقیق دارن حس میکنن باید مسئولانه رفتار کنن. اما وقتی اطلاعاتی ندارن خب چطور میتونن مسئول باشن؟ اصلا غیر ممکنه. حالا بذارید یه مثال واقعی و فوق‌العاده براتون بگم. توی یه رستوران از کارمندها میپرسن به نظرتون به ازای هر $1 که میفروشیم چقدرش سود خالصه؟ میدونید حدسشون چی بود؟ 45 سنت. اما واقعیت چی بود؟ فقط 8 سنت. باورتون میشه؟ وقتی کارمندا این عدد واقعی رو فهمیدن، یهو همه چیز عوض شد. نگرششون به هزینه‌ها، به غذاهایی که دور ریخته میشد، همه چیز. این یعنی قدرت یه تیکه اطلاعات ساده. خب اطلاعات رو که به اشتراک گذاشتیم میرسیم به کلید دوم، ایجاد استقلال. سوال اینه چطور میتونیم به آدما آزادی عمل بدیم بدون اینکه همه چیز به هرج و مرج کشیده بشه؟ کتاب یه تشبیه فوق‌العاده داره. میگه یه رودخونه رو تصور کنید، اگه ساحل نداشته باشه چی میشه؟ یه مرداب بزرگ. این مرزها و چارچوبها دقیقاً مثل همون ساحل رودخونه‌ن. انرژی رو محدود نمی‌کنن، بهش جهت میدن، باعث میشن تاثیرگذار باشه. و این ساحل‌های رودخونه توی 6 حوزه اصلی مشخص میشن. هدف چیه؟ ارزش هامون چیه؟ چه تصویری از آینده داریم؟ اهدافمون دقیقاً چیه؟ کی مسئول چه کاریه؟ و ساختار و سیستم هامون چطور از اینا حمایت میکنن؟ وقتی اینا روشن باشه، استقلال دیگه به معنی آشفتگی نیست. این مثال رو ببینید تا عمق فاجعه رو درک کنید. کارمند فروشگاه فکر میکنه مهمترین کارش پر کردن قفسه ها و تمیز کردن دستشوییه. اما اولویت‌های اصلی مالک چیه؟ حجم فروش، سود و نظر مشتری. میبینید چقدر فاصله هست؟
این دقیقاً نشون میده که چرا باید اهداف برای همه شفاف باشه. خب، 2 تا کلید اول رو داشتیم، حالا میرسیم به کلید سوم و نهایی، ساختن تیم‌ها. اینجا دیگه توانمندسازی از یه موضوع فردی تبدیل به یه قدرت گروهی میشه. و باز هم یه پارادوکس جالب دیگه، برای اینکه تیم‌ها بتونن مستقل و خودگردان بشن، اولش اتفاقاً باید خیلی مستقیم بهشون یاد بدیم که چطور کارشون رو مدیریت کنن. مهارت‌هایی مثل حل مسئله، مدیریت اختلاف نظر، اینا چیزایی که باید اول آموزش داده بشه. این جمله نقش جدید مدیر رو به بهترین شکل خلاصه میکنه. توانمندسازی یعنی به دیگران چیزهایی یاد بدی که کمتر بهت وابسته باشن. یعنی شما دیگه مدیر و کنترلچی نیستید. شما یه مربی هستید، یه معلم، و هدفتون اینه که تیم اونقدر قوی بشه که برای کارهای روزمره دیگه نیازی به شما نداشته باشه. خب، تا اینجا تئوری رو گفتیم، حالا وقتشه ببینیم این 3 تا کلید توی دنیای واقعی چه نتایج شگفت‌انگیزی میتونن به بار بیارن. بریم سراغ عمل. این عدد نگاه کنید. یه شرکت بود که زمان ارسال سفارشش بین 3 تا 5 روز طول می‌کشید. با پیاده کردن همین اصول، میدونید این زمان به چقدر رسید؟ فقط 4 ساعت. از چند روز به 4 ساعت. این یه مدرک کاملا روشنه که نشون میده این چارچوب چقدر میتونه عملکرد رو متحول کنه. کتاب یه بازی کلامی خیلی قشنگ داره. کلمه میستیک به معنی اشتباه رو به شکل میستیک مینویسه. منظورش اینه که هر اشتباه یه فرصت برای یادگیری و قوی‌تر شدن. اگه فرهنگی داشته باشیم که آدما از اشتباه کردن بترسن، هیچ وقت جرئت نمی‌کنن کار جدیدی انجام بدن و نوآوری اتفاق نمی‌افته. و در نهایت حالا کلیدا دست شماست. اینا فقط یه سری تئوری قشنگ نیستن. ابزارهای واقعی هن برای اینکه پتانسیل فوق‌العاده‌ای که تو تیمتون وجود داره رو آزاد کنید. پس سوال اینه، شما چه قدرتی رو میخواید آزاد کنید؟